وقتی ما مطلبی رو به دیگری میگیم، بازخوردی رو میدیم، یک، احتمال این که این فرد خجالت بکشه زیاد. دو، احتمال این که این فرد غمگین بشه، ناراحت بشه زیاد. احتمال این که این فرد عصبانی بشه، دلزده بشه زیاده. احتمال این که این فرد پرخاش بکنه، قهر بکنه، کینه به دل بگیره زیاده. حال اگر اومدیم و این بازخورد و فیدبک رو، این هدیه رو به یکی دادیم و اون فرد بر فرض هم اومد پذیرفت که خب خیلی مواقع هم پیش میاد، درصدش کمه، آدم ها همون لحظه از ما بپذیرن، ولی باز هم ممکنه خجالتی، ناراحتی هم همراه اون باشه. پس این نشون میده که بازخورد دادن کار دشواریه. کسی که همه اینها رو به جو میخره، میپذیره و به ما یک مطلبی رو میگه، داره به ما لطف میکنه، داره به ما هدیه میده. لطفاً در قبال بازخوردها اینقدر بی‌ظرفیت نباشیم، کم طاقت نباشیم، حرف رو خوب گوش بدیم، هرچند که با مهارت، با تکنیک به ما گفته نشه. چقدر خوبه که بازخوردهایی که به ما داده میشه به شکل استادانه، با مهارت، با فکر به ما گفته بشه. ولی اگر گفته نشد، شما اون رو هدیه در نظر بگیرید.